ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتاری 33. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. داماللای من ملا عبدالسلام به گپ همراه شده گفت: احمد مخدوم ذاتاً متکبر کلانگیر است و حالان که خدا کبر و غرور را از صفتهای شیطان شمرده است. ملا محی الدین سخن او را بریده پرسید: به چی دلیل شما احمد مخدوم را کلانگیر می شماری؟ دلیل این است که، گفت ملا عبدالسلام، من بارها دیدم او به مدرسه می درآید و کلانان مدرسه به پای خیسته او را احترام نموده سلام می دهند، اما او لااقل جواب سلام را که فرض است نمی گرداند. این کلانگیری نبوده چی بود؟ همان کلانانی که، گفت ملا محی الدین در جواب، در میان سرای مدرسه راست خیسته تعظیم نموده به او سلام می دهند، در خود همان وقت در دلشان حقارت می دهند و بعد از گذشتن او باشد روی راست او را بدعتکار کافر می گویند که این را شما هم این کار نمی کنید. معنی کافر گفتن چیست؟ نظر به قانون بخارا کشتن باب گفتن است. احمد مخدوم با فراستی که دارد این را می داند و می داند که آن احترام و سلام آنها منافقی است و او باشد نفاق کردن را نمی خواهد. بنابراین هرچی در دل دارد روی راست ظاهر می کند و به سلامشان جواب نمی دهد. در این میان پیش خدمت یک طبق شیربرنج گرم را که بر رویش روغنی زرد داغ ریختگی بود آورده به دسترخوان نهاد و خود برآمده رفت. ملا محی الدین سخنش را که با آمدن پیش خدمت بریده شده بود دوام کننده گفت: من بارها از احمد مخدوم شنیدم که می گفت نفاق بدترین صفتهای آدمی است. من خود را به کشتن می دهم اما منافقی نمی کنم. اما ما و شما، ملا محی الدین برای سبکتر کردن باری همصحبتان خودش را همراه کرده گفت: اما ما و شما از بس که به نفاق عادت کرده ایم قباحت وی به نظرمان نمی نماید، وگرنه در حقیقت دل دیگر و زبان دیگر بودن بدترین خصلت هاست. ملاها شیربرنج را تیز تیز می خوردند. به شاریده ریختنی روغنی آش از بین پنجه اشان به دسترخوان هم اهمیت نمی دادند. ملا قاسم آشی در دهان داشتهش را خاییده ایستاده به ملا محی الدین خطاب کرده گفت: نظر به فکر شما کلانگیری از منافقی بهتر است؟ احمد مخدوم، گفت ملا محی الدین، کلانگیر نیست. او به همه با مهربانی و خاکسارانه معامله می کند. او با آدمانی بی سواد هم الفت می گیرد. هر سال یک بار به صحراها سیاحت کرده با دهقانان خاکپاش برادربار شین و خیز می نماید.
تکبر و کلانگیری از احمد مخدوم فرسخها دور است. به کلانان مدرسه میری عرب جوابی سلام نگرداندن او از کلانگیری نبوده، بلکه از نفاق و منافق را بد دیدنش آمده است. ملا عبدالسلام که از همه پیشتر از آش دست کشیده دست خود را پاک می کرد، به ملا محی الدین نگاه کرده گفت: خوب گیریم که احمد مخدوم کلانگیر نیست، گیریم که او نفاق و منافق را بد می بیند، بنابراین به سلام کلانان مدرسه جواب نمی گرداند. آخر این را هم مگر او نمی داند که عربها گفتند میهمانت را عزت کن اگرچه وی دشمنی تو باشد؟ مگر ما از دشمنی او هم بدتریم که ما را حرمت کرده به پیش ما نبرآمد؟ ملا محی الدین جواب داد: با وجود این که او می داند ما از وی شکایت کرده نشسته ایم، دسترخوان، چای، توت، آش فرستادن و برای نبرآمدنش عذر گفتن برای مهمانان ناخوانده حرمتی است که این را فقط احمد مخدوم کرده می تواند. ما از خانه احمد مخدوم با شکمهای سیر برآمده آهسته آهسته برگشتیم. ملا محی الدین در گذری کلابات که خانه‌اش در آنجا بوده است از ما جدا شده ماند. خوجینان من تا به مدرسه آمدن شکایتشان را از احمد مخدوم دوام کناندند. اکنون سخنانشان را خیلی آزادانه می گفتند، چون که اکنون در بینشان مانند ملا محی الدین کسی که احمد مخدوم را طرفداری کرده به کار عادتی آنها خلل رساند نبود. من باشم درباره ملا محی الدین فکر می کردم. او در بین شریک درسان خود به نافهمی و نادانی مشهور بود. حتی بعضی همدرسانش بروی وی می گفتند: شریک، شما خوانده چی کار می کنید؟ از دو سر ملای درست نمی شوید؟ یک لبی نان باشد در همین لوح و جدول و قلم موین هم می یابید. او در جواب خندیده می گفت: گوساله را که از پاده بیرون رود گرگ می خورد. بنابراین به درجه گاوی رسیده نتوانم هم برای محافظت خود در میان گاوان بودن را بهتر می دانم. من آن روز دیدم که او از همه شریکانش که در آنجا بودند و یکی از آنها دامولای خودم بود با عقلانه تر و دانشمندانه تر گپ می زد. تحصیل سال 1890-91 به آخر رسید. برابر تمام شدن تحصیل آذوقه و خرجی اکه‌ام هم تمام شد. او برای امامتی یا مکتبداری کردن به صحرا برآمدن خواست. یک شریک ترکمنی کرکیگیش خواست که او را همراه خود به دشت ترکمن ببرد. در آنجا شما را در یگان اوبه مکتبدار می کنم گفت. من زبان ترکمنی آن سو ایستد حتی زبان ازبکی را درست نمی دانم. در آنجا ترکمن بچگان را که زبان تاجیکی را نمی دانند چگونه سبق می دهم؟ گفت اکه‌ام در جواب. برای در اوبه ترکمن مکتبداری کردن نه زبان ترکمنی را دانستن لازم است نه چیزی را یاد دادن، گفت ملای ترکمن و ایضاح داد. ترکمن‌های بای فقط برای نام مکتبدار نگاه می دارند تا که مردم گویند فلان بای در اوبه خود مکتب گشاده است. برای در اوبه ترکمن
مکتب داری کردن تنها با ایشانی ترکمن مراسا کردن را دانستن و توانستن در کار است. صاحب زنده و مرده ترکمن ها ایشانان آنها اند. ایشانان ترکمن هم مرید می گیرند هم امامتی می کنند، یعنی مراسم نکاح و جنازه ترکمنان را بجا می آورند، اما مکتبداری نمی کنند. سبب این در اینجاست که بیشترین آنها خود بی سوادند، لیکن به نظر خلق مکتبداری را کاری پست و به شأن خودشان نامناسب نشان می دهند. اما مکتبداری را که آنها را حرمت کند و در غیبشان هم در پیش مردم آنها را تعریف نماید یاری می دهند، وگرنه این مکتبدار نادان است گفته در اوبه راه نمی دهند. اکن با ایشانان ترکمن مواسا کردنی شده با شریک درس خود در اولهای ماه حمل آخرهای مرد به دشت کرکی رفت. من با خوجینان خود تا گرم شدن هوا تا آخرهای ایام توتپزی در بخارا ماندم. وقتی که آنها به صحرا برآمدن خواستند من هم همراه آنها رفتم. سیاحت صحرا. من همراه داماللای کنجکیم ملا عبدالسلام که از خوجین‌های اساسی و حامی من در پیش هم آشانش بود از شهر برآمده به دیهه محله که خانه او در آنجا بود آمده فرآمدم و از آنجا به دیهه محله بالا به خانه بابا و مادرکلان مادریم رفتم که دادرانم آنجا بودند. اما مرا در آنجا یک مصیبت بسیار سخت پیشواز گرفت. دادر خردترکم کرام‌الدین که من او را بسیارتر دوست می داشتم و یک آدمی درست شده برآمدن او را امیدوار بودم در زمستان همان سال مرده بوده است. اما تقاضاهایم برای ما را در ایام تحصیل به غم نانداختن و پریشان حال نکردن این خبر را به ما نرسانده بودند. احوال دادری کلانم سراج الدین هم بد بود. او در اصل ضعیف بدن و سست بنیاد بوده. در خانه مادر کلانم باز هم سستر، ضعیفتر و لاغرتر شده بود. معلوم بود که دادری خوردم با وجود این که بدنش نسبت به سالش قوی بود از جهت خردسالیش و کمخوراکی و بدخوراکی تاب آورده نتوانسته است. دادری کلانم که کلان سالتر بود یک درجه به زندگانی سخت تاب آوری کرده تا حال زنده مانده باشد هم احوالش به مردن نزدیک رسیدنش را نشان میداد. احوال زندگانی خانواده بابایم نظر به پیشتره چند درجه بد شده بود. پگاهانی یک کف ماش را با یک کف آردی جواری سفید و یک دیگی کلانی پرآب انداخته جوشانده نام وی را ماشابه مانده هر کس یک کاسگی از وی آبی ماشناک دم می کشید. پیشین نانی زغاره از آردی جواری سفید پخته شده را با آبی سرد می خوردند و بیگاهی با 2 سر پیازابه پخته با همان زغاره می خوردند یا اینکه آبی ماشناکی پگاهانی را در شب هم تکرار می کردند. مادر کلانی 70 ساله هم با تأثیر داغ‌های فرزند و بدی زندگانی از جا جنبیده نمی توانست. بابایم که سنش از 80 گذشتگی بود از زنی خود پرقوت‌تر نمی نمود. روشن نیاز نام تقاییم به کارهای دهقانی مشغولی می کرد.
چند روزی که من در آنجا بودم احوال او را با دقت ملاحظه کردم. او بیگاهانی بعد از تاریک شدن از یابان می آمد، به خانه مادرش در آمده دمی گرمی برای خودش گذاشته را خورده از جایش می خیست، به پدر و مادرش یک نگاهی حسرت آمیزی می کرد و به چشمانش آب چرخ می زد. بعد از آن به کسی چیزی نگفته به خانه خودش رفته می خوابید. باز پگاهانی از همان آبی گرمی ماشدار یک کاسه اش را فرو برده، یک دانه زغاره را در بغل گرفته به کاری صحرا می رفت. نظر به قول مادر کلانم، روشن نیاز را خدا فقط از برای مهنت آفریده است. او می گفت در سالهایی هم که احوال زندگانی ما اینقدر بد نبود، روشن نیاز به کسی گپ نزده و برای خود یگان چیز طلب نکرده کار می کرد. اما آن وقتها اینقدر غمگین و مایوس نبود. اما در سالهای آخر احوال ما بسیار بد شد. سالی وبا از دهقانی چیزی نروید. سالی گذشته یک مقدار حاصل رویده باشد هم در ما غیر از 3 من 24 پود ماش، 5 من 40 پود جواری سفید چیزی نماند. تخمی کیشت را که از عبدالرحمن بای قرض گرفته بودیم از سر خیرمند دوچند کرده به او دادیم. مالیات زمین انداز و 10 وقف را املاکدار خانه سوخته و اجارهدار خدابی خبر 30 چند کرده گرفتند و انداز حاصلی در سال وبا به سبب بی حاصلی نرویده را هم به حاصلی سال گذشته ضم کرده ستاندند. انا بعد از همین احوال روشن نیاز به درجه رسید که من به بسیار عمر دیدن او امید ندارم. تقایی از همه خوردم نیازخان چوپانی می کرد. او چند سر گوسفندانی کسانی دیگر را در چول می چرانید و بیشترین وقتهای تابستانی و زمستانی او در چولی قزل می گذشت. نظر به قول مادر کلانم گوسفندان در سال وبا بی نگاه و بین و لاغر مانده، در زمستان سال وبا بیشترین آنها در چول حرام مردند. بره های گوسفندان زنده مانده را برای زیاد کردن نسلشان امسال نکشتند و بنابراین از چاروا امسال هیچ درآمد نشده است. درآمد گوسفندان قراکوری پوستی بره آنهاست که در وقت زاییدنشان میکشند. حق چوپانی که عبارت از پشم گوسفندان کسانه است به حساب زکات گوسفندان سال وبا تلف شده به زکات چی رفته است و خوراک و پوشاک تقایی چوپانم به گردن دهقانی ناشود باری بر زیاد شده مانده است. قربان نیاز که بعد از مردن تقایی کلانم ملا دهقان کلانترین تقایی هایم شده مانده بود، بعد از قاضیگی را پرتافته رفتن قاضی عبدالواحد او ملازمی را ترک کرده است و به پخته کشی در آمده است. او از پخته جلابان غوزه جایداری را برکشیده می گرفت. غوزه را کشیده از حلاجی گذرانیده پخته و پنبدانه را برکشیده به بای می سپرد و در این خدمت خود حقی ناچیزی به او می رسید. مادر کلانم گفت من و بابایت فقط با غیرت همین تقاییت نمرده ایستاده ایم. او از این کاری خود پوشاکی اهل خانواده را به قدری ضرور تیار کرده و بالای این به ما گاها کمتر گوشت و نبات هم آورده می دهد که در این پیری در تنی فرتوت شده ما مداری می شود. نظر به قول مادر کلانم قربان نیاز از پخته کشی هرچی یابد فقط از غیرت خود و از بسیار کار کردن خود می یافته است، وگرنه درآمد ناچیزی این کار و کسانی که از عادت بیرون بسیار کار کردن نمی توانند به جای نمی رسیده است.
در حقیقت با غیرت کار کردن این آدمی آهنین بدن مرا در حیرت انداخت. در وقتی که من به آنجا رفتم موسم پختکشی تمام شده بود. با وجود این قربان نیاز در بدری پخت جلابان رفته 1 من 2 من غوزه یافته می آمد. وقتی که غوزه به دستش در آمد خودش، زنش و زنی روشن نیاز به غوزه کشی می در آمدند. بعد از 1 مقدار پخته کشیده شدن او به سری حلاجی می نشست و تیری حلاجی وی مانند چرخ آسیا تیز می گشت. غوزه کشان که 2 نفر زن بودند من هم به آنها یاری می دادم. چال و کمپیر هم به قدر قوتشان به غوزه کشی همراهی می کردند. همه اینها به حلاجی وی پخته رسانده نمی توانستند. آدمی عجیب. روزی در بین عصر و شام ملاها با عادت مقرریشان در میان سرای مدرسه در نشستگاه درونی دروازه کلانش نشسته بودند. از بیرون مدرسه 1 آدم نمایان شد که به درونی مدرسه نگاه کرده می آمد. این آدم قامتی بلندی داشت. بلندی قامتش به درجه‌ای که جامه بنارسی پادشاهی در تن داشتهش برابر زانویش بود و حال آنکه این گونه جامه در تن آدمان عادی به زمین می رسید. تنی این آدم به طرز پره بود که بلندی قامتش آنقدر حس کرده نمی شد و به نظر میان قد می نمود. گویا در زی طبیعت قد و بری این کس را به 1 اندازه بسیار مناسب بریده دوخته بود. گردن این کس موافق قدش دراز و مناسب بدنش پره بود. اما سر این آدم از عادت بیرون کلان بود. شاید باری آن کله کلان به آن گردنی دراز با وجود پره بودن آن وزنینی می کرده باشد که در وقت راه رفتن گردنش گاه به این طرف و گاه به آن طرف خم می خورد و گویا گردن می خواست که در برداشتن آن سر از بازوان صاحبش مدد گیرد. روی این شخص سبزینه و پره بود و با وجود اینکه سن این کس را از 60 بالا تخمین کردن ممکن بود برویش آنقدر چینهایی حس کرده شونده نمی نمود. ریش او میانه و کلوته لونده بوده، تارهای سفیدش از سیاهیش بیشتر می نمود. این کس در دست عصای روسی پلکه داشت. از بس که پلکه ها قامت آدم های عادی را به نظر گرفته ساخته شده اند، آن پلکه در دست آن آدم قامت بلند قدری کوتاهی می کرد و در وقتی به آن پلکه تکیه کرده قدم ماندنش قدش به طرف پلکه اندک خم می خورد. وقتی که این آدم وزنینانه راه رفته از دروازه مدرسه در آمد، میان سرای نشینان کلانان مدرسه همگی از جای خیسته دستها را پیش گرفته تعظیم کنان به او سلام دادند. اما آن کس به طرف سلام دهندگان نگاهی نکرد و به سلامشان جوابی هم نداد. فقط سرش اندک جنبید. لیکن معلوم نبود که این جنبشی سر اشارت به جواب سلام بود یا جنبشی عادی وی بود که بنابر وزنینیش هر وقت از وی نمایان می شد. وقتی که این آدم از میان سرای گذشته و درون حولی مدرسه رفت، کلانان در جاهای خود نشسته از وی غیبت سر کردند. یکی می گفت این کس باز آمد که امشب در حجره با جنهایش، با دیو و پریهایش
و با شیطانهایش صحبت کند و فردا برآمده گفته های آنها را به شاگردانش نقل نموده آنها را هم مانند خود گمراه نماید. دیگری می گفت وی می گفته است که کدام وقت گرفتنی آفتاب را و کدام ساعت گرفتنی ماه را من می دانم و می توانم که پیشکی خبر دهم. برابر همه قهقاس زنان می خندیدند. خنده عمومی هنوز خاموش نگشته کسی گفت غیبدان کو فقط خدا بود. این بیدین از غیب خبر دادن را دعوا کرده خودش را به خدا شریک ساخته برآمده است. دیگری به سخن او علاوه کرد نعوذ بالله، به خدا پناه می طلبیم این خدا بی خبر یک کافر شده نمانده است، بلکه مانند فرعون و نمرود و شداد دعوای خدایی هم می کند. من حیرانم به این امیر و قاضی کلان که گفت دیگری یک کس را برای فرض عین ندانستن 39 دره می زنند و یک کس را بنابر ندادن خراج می کشند، اما به این آدم که روی راست گپهای کفر می زند و دعوای خدایی می کند گپ نمی زنند. حتی در قطار علما به او جامعه بنارس هم پوشانده اند که پوشیده فخر کرده می گردد. چون گپ به بالای امیر و قاضی کلان آمد صحبت رنگ دیگر گرفت. شنوندگان را یک گرانی نامعلوم زیر کردگی بر این شد. لبها از خنده باز ایستاد. در بشره کلانان اثری آن هیجانی پرجوش و خروش نماند. خاموشی عمومی سر شد. نهایت ملای سال خورده سکوت عمومی را ویران کرده و گپ درآمد. صلاح مملکت و ملک خسروان دانند. گفتند که این بسیار درست است. گفت و به ناطق آخری خطاب کرده دوام نمود. شما می گویید که فرض عین ندانستگان را 39 دره می زنند. کجای این کار عجیب است؟ مگر این کار مخالف شریعت است؟ اگر جاهلان را نزنند در اندک وقت دین از دست می رود. همین دره رئیسان و شمشیر جناب عالی است که دین اسلام را پایدار نگاه داشته است. وگرنه همه این نادانان در یک روز گمراه شده از دین برآمده می رفتند. خیرس ملا می شود از ضرب چوب گفتند. گوینده نفس خود را راست گرفته باز سخن خود را دوام داد. شما گفتاری 33 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.